برای کاستوم کردن اگزوز هوندا من اومدم از اگزوز فابریک استفاده کردم. اومدم اگزوز قبلی موتور رو قسمت عقبش رو بریدم و یه تیکه اینجا جوش دادم که صدای خیلی خوبی میده. و این که یه قسمت فنر مانندی هست که واسه اهرم برگشت ترمز عقب هست، ترمز پایی هست که اگر اون فنر نباشه کفشک‌های ترمز همیشه درگیر هست. حالا من اومدم یه سیستمی درست کردم که یه تیکه واسطه تراشیدم وصل کردم به میل تعادلش و از دو تا فنر استفاده کردم که از طریق این ورقه اینجا وصل شده به اهرم ترمز عقب که همون جوری که می‌بینیم وقتی ما پدال رو فشار میدیم فنرها باعث میشن که اهرم برگرده رو به عقب.